دستگاه کاد 2200 سامسونگ آسزن کپی رومیزی که چیپاش به وسیله برنامه مخصوص اون که از سایت ای-سام داتا یاد گرفته شده ریست شده و چیپاش برای همیشه غیر فعال شده. الان یه کپی میگیریم براتون. این نمونه کپی که میخوایم از دستگاه بگیریم. این نمونه کپی دستگاه هیچ خطایی نداره و چیپای دستگاه هم که برداشته شده. این چیپ تونر دستگاه هستش که چیپ تونرش برداشته شده. اینم داخل دستگاه چیپی نداره و اینم سوکتیه که مربوط به ایمیج یونیت دستگاه هستش، چیپ گرافیک که اونم جدا شده. دستگاه بدون چیپ و بدون خطای تونر برای همیشه کار میکنه و هر موقع کم رنگ گرفت متوجه میشیم که دستگاه نیاز به شارژ داره. مرسی، متشکرم.